سلام، امیدوارم که خوب باشید. ما آرام اینجا کوکتل تیوی پلاس رو امروز اومدیم با یه ویدیو جدید و میخوایم یه سری حرکات جالب بکنیم. اما قبل از هر چیزی یادتون باشه که حتما کانال رو سابسکرایب کنید. اگه از ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و به اشتراک بذارید. اگه حال نکردیدم دیسلایک کنید، اما با دلیل منطقی. صحبت دیگه باقی نمیمونه، بریم که با هم ویدیو رو داشته باشیم. این ویدیو چیه؟ میخوایم توش یه سری رکورد رو بزنیم. حالا این رکوردها چی ان؟ حالا یه توضیح بهتون بدم. فکر تقریبا یه سال پیش بود خوتن یه ویدیویی گذاشته بود اون تو سریع ترین خورنده ها رو نشون میداد که خوراکی‌ها رو سریع میخورن. بعد از ظهر همون روز با هم نشسته بودیم من و خوتن و سینا توی کافه، زد به ذهنم که من باید اینو درست کنم. حالا چرا؟ چون من عاشق پرینگلزم و پرینگلز رو دور از جون مثل گاو میخورم و زیر یه دقیقه میخورم. و تو دیدم یارو داره پرینگلز زیر یه دقیقه میخوره و خودش شده رکورد. گفتم خب شاید بقیه چیز دارم من میتونم بزنم. دلیل بسیار منطقی. و اما فیمس حاجی این ویدیو رو ساخت، فکر کنم تقریبا البته نه به این چیز، به این شکل رکوردهای گینس عجیب غریبو داشت میزد و خیلی ناراحت شدم که چرا من تو این 7 8 ماه سال که این در داشتم درست نکردم. تصمیم گرفتم که هر چی زودتر بسازمش تا بیشتر نیومده. یه سری ویدیوها که تو خود همون ویدیو خودم بود و با هم میبینیم و انجام میدیم. اولیش اینه. اوه پیتزا رو کلش خوردین، آخرین تیکشه. هی آب بخوره بره پایین. خب داداش نکن، مجبوری مگه؟ حالا که چی؟ تو زیر یه دقیقه پیتزا رو خورده. حالا من خب دیدیم پیتزا رو تو زیر یه دقیقه میخورد. من میخوام این کارو بکنم. از ظهر پیتزا رو سفارش دادم، الان شب پیتزای دیگه بنده خدا یکم خنک شده. خب میریم واسهش. این پیتزامونه بنده خدا رو معلومه اینجوری کاتیش زدم که اینجوری وا نشه اینجا. و اینو از صبح گرفتم، الان شب یکم بنده خدا ریخت روش رفته. اینم کرونومتر صفر میزنیم. کرونومتر استاپ پچ هم میزنیم. من زبونم خوب نمیچرخه بعضی وقتا، گیر بی خود ندین. میریم واسهش 1 2 3 پلی. یادتون باشه پیتزا رو خیلی سریع بخورین. اینجوری تو این دوتا شاید اینجوری بزنین. خیلی سخت از اونجوری که فکر میکنم. یه دقیقه شد. فکر کنم من این رکورد من چنده؟ وای خیلی سخته. سه دقیقه سخت‌ترین 3 دقیقه عمرم بود و سخت بود واقعا. این رکوردها رو دست کم نگیرید و حالا سلام خواهیم سراغ یه رکورد دیگه ببینیم میتونیم پشت همین یه رکورد خوردن دیگه بزنیم. رکوردم این تو 3 دقیقه بود. اونم اگه بتونم روی این بزنم چی میشه؟ میشه 3 دقیقه پیتزا، 1 دقیقه اون. حالا این رکورد چیه؟ اینه. الان همه این حرفا میخواد ببرده. خب سعی که چی؟ لکنت زبون گرفتم. بابا من دیگه پرینگلز زده نکن. داشت قبولت داریم بسته مردی.
آدم حالش به هم خواهد اینجوری میچپونه تو دهنش آب روش میخوره. من یه جوری میشم. آفرین تو خیلی خفنه. خورده هاشم میخوری کسی شک نکنه. دارن رکورد چیزی میزنن. چیه داستانشون؟ زیر یه دقیقه بسته چیپس خورد. همونجور که دیدید یه پرینگلز میخوره زیر یه دقیقه. خب من خیلی پرینگلز بازم و اینو خیلی تمرین کردم. این طعمشو نمیشه باش این کارو کنید چون بسیار تیزه و زبونتون چاک چاک میشه. مثلا این حجمو اصلا راه نداره. این طعمش هم نمیشه. با این طعمش هم واقعا نمیشه. اینم خیلی تنده و باز خیلی ادویه‌ایه. فکر کنم اینجا معلومه. اینم معلوم بود. این دوتا نمیشن و این طعمش هم خیلی خوشمزه است. اینم خیلی سخته. اینم نهایت 4 5 تا دونه، یعنی کلا این سه تا طعمی که نشون دادم و یه سبز لجنی پررنگ داره که الان اینجا ندارم، نمیدونم چرا. دارم اینهاش. اینم نمیشه. اینا طعمشون خیلی خیلی ادویه‌این، خیلی تندن و حتی مثلا 10 تا دونه‌ش هم به زور میشه خورد سخت. اما این طعمشو به راحتی میشه این کارو باش کرد. همش میتونید یه جا بخورید. این طعمش هم که الان پلمپه و ما برای این کار استفاده کردیم. اینم واقعا میشه. این مردم همینو داشت میزد. و این طعمش هم که دیگه ساده ترین طعم میشه. اینو 20 تا هم پشت سرم بخورید هیچ مشکلی پیش نمیاد. همونجوری که گفتم از فنای بزرگ پرینگلزم و آرزو اینه که یه روزی اسپانسرم بشن. اینا الان دارم میندازم اونور که تو دست پا نباشن و میخوایم اینو بخوریم به امید روزی که پرینگلز بیاد اسپانسر من بشه. یه کالکشن گنده از پرینگلز دارم، بعداً بهتون نشون میدم، ته ویدیو میذارم. اما میریم که ببینیم میتونیم زیر یه دقیقه این جیگر رو بخوریم یا نه. خب اینو ریست کنیم. 0 میریم پلی. براسش آبروش چقدر بدمزهش کرد. بجوش آب میخورنم یا من. یه دقیقه تموم شد. انقدرش موند و واقعا نمیتونم اینو دروغ گفتم. انقدرش موند و 1 دقیقه و 6 دقیقه، یعنی 1 دقیقه و 6 دقیقه 1 دقیقه و 6 ثانیه رفت ولی نصفش مونده. واقعا نتونستم. این آب روش تر زد توش و اینا میخوردم و بدون آبم نمیتونی بخوری. انقدر خشکی، انقدر تیزه، با این صورت نمیشه. قبلا زده بودم این رکوردو، الله وکیل. زده بودم این رکوردو و نشد. باز نشد. این هم نزدیم، آبروم رفت. جالبه ببینیم هم 10 دقیقه شده و سخته. Don't try this at home or everywhere. نه تو رستوران، نه یه انجام ندید. مردم بهتون میخندن، معدتون درد میگیره و ممکنه شب خوب نتونید بخوابید. این الان لوزم و زخم کرده تیزیاش. حتی اون پیتزا هم زخم میکنه میخورید. و اونایی که این کارا رو میکنن مثل من دیوانن و امیدوارم که بتونیم قسمت بعدیش حداقل 2 تا رکورد بزنیم. میخوام چند تا چیز دیگه رو توی امتحان کنیم. پس اگه حال کردید اگه حال نکردید دیسلایک کنید. اگه خیلی خوشتون اومد شیر کنید. حتما ساب کنید. میخوایم ویدیوهای بهتری بسازیم. حتما وقتی شما حمایت می‌کنید میتونیم ویدیوهای بهتری بسازیم. و همچنین لینک های ما همه تو دیسکریپشن هست. لینک دونیت، لینک تلگرام، لینک اینستاگرام و همچنین چنل کوکتل تیوی اولیش و تمام دونیت که میشه حتما برای بهتر کردن ویدیوها و امکانات استفاده میشه. دمتون گرم. دونیت هم به خاطر درخواست بالای شما داشتم، یعنی گذاشتم. دمتون گرم تا اینجا هم که خیلی شرمنده کردید. دمتون گرم. مرسی. چقدر دمتون گرم. فقط گفتم دمتون گرم، یعنی کلا دمتون گرم.
دمتون خیلی گرم. صحبت دیگه باقی نمیمونه. امیدوارم که همیشه دمتون گرم باشه، حالتون توپ خوب عالی و بم. تا ویدیو بعدی see you soon.